سلام بینندگان عزیز، اینجا برنامه اطلاعاتی امروز رو در شبکه آسیای مرکزی آغاز می‌نماییم. با شما من ملوین منظر و قرار دارم و حالا برایتان مهمترین خبرهای روز را پیشکش می‌نماییم. میرزا اسماعیلوف رئیس برق تاجیک تعیین شد. پونکت ابمانه یا نقطه عوض اسعار به نقطه فریب اسعار مبدل گشتند. کشینیوف بازداشت صابر ولیف را باز تمدید کرد. سختی زندگی را کودکان تاجیک به دوش گرفتند. بررسی عریضه روزنامه‌نگار گلمرادزاده در آخر همین هفته. در مسجد یک جوان برای کشتار با کلند 11 سال زندانی شد. استقلال پهنگ مالزیا را با حساب 4-0 شکست داد. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان سنه 26 آگوست رئیس شرکت سهامی هلدینگ کشاده برق تاجیک رستم رحمتزاده از مقامش سبکدو شده به مقام معاون یکم رئیس ولایت سوخت تعیین شد. به جای او در مقام رئیس برق تاجیک میرزا اسماعیلوف را تعیین نمودند. همچنین با فرمان پرزیدنت تاجیکستان و قرارهای حکومتی مملکت یک قطار تغییرات دیگری کادری هم صورت گرفت. از جمله علی جان غلاموف از وظیفه رئیس سود ناحیه رشتقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان بنابر نسبت او پرونده شدن حکم ایبدار کننده سود و اعتبار قانونی پیدا کردن آن آزاد کرده شد. بابا جانزاده اسرافیل حسین از وظیفه معاون اول رئیس سود ولایت سوخت آزاد گردید. وکالت سودیه سود ولایت سوخت قربان و فیروزه تختبایونا بنابر وفاتش قطع کرده شد. ذاکر ناظری از وظیفه سودیه سود شهر خوجند ولایت سوخت با خواهش خود آزاد گردید. صرافان در تاجیکستان پیش از بحران از فروختن دلار به مشتریان همگی 2-3 سومانی فایده می گرفتند. حالا فرق 652 و 690 سومانی دیگر را خودتان حساب کنید. صرافی‌های تاجیکستان از برخی کشورها به خصوص روسیه یک برتری داشتند. در تمام گوشه و کنار جمهوری قرب اسعار یک خیل بود یا خیلی کم فرق می کند، ولی در اکثر حالت صرافی‌ها پول مشتریان را با همان نشانداد لوحه‌ای پیش درشان عوض می نمایند. اما بحران اقتصادی که به روسیه آمد و تا تاجیکستان رسید این خاصیت صرافی‌های تاجیکستان را از بین برد. در ماه‌های مارس اپریل سال روان در تاجیکستان قرب دلار آمریکایی به طور بی‌سابقه بالا رفت. صرافی‌ها دلار را با نرخ پایان می‌خریدند و با ارزش خیلی بالا در اکثر حالت‌ها پنهانی به فروش می‌گذاشتند. این وضعیت راهبریت کشور را به تشویش آورد. در آغاز ماه می در بانک ملی تغییرات کادری به وقوع آمد و راهبریت آن عوض کرده شد. گفته میشد که تغییرات محض برای نگاه داشتن قرب پول ملی صورت گرفت. رئیس تازه تعیین بانک ملی جمشید نور محمدزاده نیز در اولین صحبتش با رسانه‌ها ابراز داشت که وظیفه اولینش به نظام آوردن قرب پول می باشد. مشکل اصلی این است که همون اسعار خارجی که وارد میشد در گذشته همون حالا مقدارش کاهش یافته است، در حدود شاید 60% هم بیشتر و در ماه آینده شاید با بیشتر باشه 80-90%. از این لحاظ ما امکان نگه داشتن قربی سامانه را نمیتونیم در کشور و مثلا اگر بانک مرکزی یا بانک ملی اونا تایید بکنه مثلا 653 و 54 به هر حال در نقطه های فروش اونجا خیلی زیاد با فروش میرن. مثلا مردم دلار نمیفروشن در نقطه های سودا، تنها دلار میخرن با همون نرخی که هست. اگر بفروشن مثلا 695 میفروشن. خب ولی در نقطه ها نوشته شده است که 653 654 هر خیلی که این واقعیت نداره. بعد به اقتصاد ما تاثیر خیلی زیاد میرسونه به خاطر اینکه ما به اما ارز خارجی زیاد نیاز داریم، چرا که واردات کالاها در تاجیکستان اصلا با ارز خارجی است و سالانه ما حدود 3 میلیارد دلار مال وارد میکنیم به تاجیکستان، ولی صادرات ما همگی 600-700 میلیون است. یعنی در 10-15 سال اخیر توازن سودای خارجی تاجیکستان منفی است. باز آینده تر با بیشتر با مشکل روبرو خواهیم شد، چرا که حالا تا جای من اطلاع دارم دولت پول نداره که مثلا همو حقوق بازنشسته ها را پنسیونر ها را پرداخت کنه و حقوق کارگران را.
این مشکل سر همین است که ما تا این چند ماه اخیر نیروی ارزون کاریمون رو به خارج میفروختیم، یعنی به روسیه و دیگر مهاجران کار میکردن، اونا دلار میتونستن بفرستن، ولی حالا اون امکان از دست دادن، چرا که در روسیه هم مثلا قربی پول روسیه هم پایین آمده است. دادگاه کشینیوف حکم بازداشت صابر جانولیف را در مالداوا 22 روز دیگر زیاد کرد. دمیتری سیورسنکو وکیل نوی دفاعی صابر جانولیف صبح 27 آگوست به خبرنگاران گفت روز سهشنبه دادگاه کشینیوف با حکم نوی خود مهلت بازداشت صابر جانولیف را در قلمرو این کشور برای 22 روز دیگر تمدید کرد. وی میگوید موافق قانونگذاری کشور مالداوا نفری تحت پیگرد وقتی دستگیر می شود 40 روز در بازداشتگاه میماند و از جانب کشوری طلب کننده استرداد منتظر اسناد لازمه برای استرداد می شود. دمیتری سیورسنکو می افزاید مرحله اولا که از 18 روز عبارت بود و جانب تاجیکستان سند ضروری را برای استرداد پیشنهاد نکرده گذشت. حالا اگر در مهلت 22 روز دیگر همچنین حجت و سندهای مقامات این کشور برای استرداد صابر ولیف پیشنهاد نشود، او از بازداشت و رها کرده می شود. با گفت وکیل تا کنون تنها یک سند پیشنهاد شده است که عیبنامه دادگاه شهر دوشنبه می باشد. ولیف بر اساس همین سند در بازداشت نگهداری می شود، گفت سیورسنکو. در عیبنامه صابر ولیف با جرم دعوت عمومی به سرنگون ساختن حکومت با راه زوری، فعالیت اکستریمیستی، افراطگرایی و اشتراک در اتحاد экстремистии عیبدار می شود. По процедуре, по молдавскому закону, в случае процедуры экстрадиции, если есть решение из страны, откуда пришло ходатайство, что он осужден на лишение свободы, то по нашей процедуре он должен оставаться в аресте в течение 40 дней, пока не придут документы из Таджикистана уже по всем материалам, уголовному делу, доказательствам и так далее. На этот срок он по закону остается в аресте. Поэтому ему продлили срок еще на 22 дня, и в целом будет 40. کودکان در تمام کشورها گوناگون زندگی میکنند. محض در تاجیکستان کودکان از سبب نداشتن شرایط خوب زیست به هر گونه کارها مجبورند دست بزنند. برخی از این کودکان از سحر تا شام به ماشینشویی، فروختن سلفن، تازه کردن پایافزا و به مانند اینها چندین کارهای دیگر را پیش میبرند. در یک طرف پایتخت تاجیکستان دو برادر حسن و حسین از سبب پس بودن شرایط اولیوی از صبح تا شام خش بلاک یا اینکه به گفته خودشان لای بلاک تیار میکنند. آنها به این کار قریب 3-4 سال مشغولند، زیرا پدر آنها نیز مثل دیگر شهروندان در مهاجرت مهنتی در فدراسیون روسیه قرار دارد. هرچند با سبب‌های گوناگون پدرش نمیتواند سری وقت به آنها پول فرستد و از این رو این دو کودک نورز به چنین کاری پرمشقت دست زدند. احمد آتشبکوف مدیر شعبه نظارت کودکان به خبرنگاران ابراز داشت که این کودکانی که در بازار و کوچه‌ها به عرابه‌کشی و هر گونه کارهای دیگر مشغولند از عائله‌های میباشند که پدر و مادر در مهاجرت مهنتی در تربیت تنها مادر و کودکانی که شرایط پس زندگی دارند به چنین کارها مشغولند. حسن و حسین در صحبت چنین ابراز داشتند که ما از صبح یعنی از ساعت 8 سحر تا 10 شامگاهان به همین کار سرگردانیم. این دو برادر دوگانه تنها نیستند که تامین کننده عائله باشند. باز در دهه‌های دوردست تاجیکستان یک عائله دیگری هست که در صحرا دختر 7 ساله‌شان نیز با آنها یاری می‌رساند تا یک بردنان حلال خود را دریافت نمایند. بینندگان عزیز، حالا با توجه شما برخی از دیگر خبرهای جالب منطقه را به طور کوتاه پیشکش می‌نماییم. بعد از موقتا بسته شدن تونل انزا برای تعمیر ارزش هواپیمای خط‌سیر خوجند دوشنبه برای مسافران 2 برابر بلند شده است. بسیاری از ساکنان کشور میگویند امکان خریدن بلیط به این قیمت را ندارند. پروازها هر روز یک مرتبه از دوشنبه به خوجند و برعکس شرکت تاجیک ایر و سامان ایر انجام می‌دهند و نرخ پرواز از خوجند به دوشنبه توسط این شرکت‌ها حدود 330 و 420 سامانی است. وزارت حج عربستان سعودی اعلام کرده است که در موسم حج 2015 حدود 1.5 میلیون مسلمان اشتراک خواهند کرد. با اطلاع رسانه‌های خبری 23 آگوست شاهزاده خالد فیصل رئیس منطقه مکه در یک نشست کمیته تدارکات عاید به جابجاگذاری و خدمترسانی به زائران کعبه اعلام کرده است که در موسم حج 2015 اشتراک 1.5 میلیون 350 هزار زائر خارجی و 150 هزار زائر داخلی به نقشه گرفته شده است.
با گفت خالد الفیصل عین زمان مقامات داخلدار حضور زیاده از 100,000 زائر برای اشتراک در موسم حج 2015 در شهر مکه مکرمه به قید گرفتند. یک ساکن شهر اسفره با آن متهم می شود که زن 63 ساله شهروند قرقیزستان را به قتل رسانیده جسدش را در خاک تاجیکستان پنهان و طلاهایش را تصرف کرده است. تفتیشات پیشکی معین کرده است که نامبرده آ به سر بانوی قرقیز جراحت رسانده با روی مالی سر جبر دیده گلوی وی را بوغی کرده به هلاکت می رساند. دادستان کل تاجیکستان میگوید ساکن ناحیه اسفره شهروندی که در کشتار ساکن ناحیه بادکندی قرقیزستان سراخان نورماتووا همچون عیبدار بازداشت شده علیه او با ماده 104 کودکس جنایی تاجیکستان کشتار پرونده جنایی باز شده است. نیمه اول روز 26 اوگوست در راه نقلیاتگرد انزاب میخوره در عقبه انزاب حدود ناحیه عینی از کو سنگپاره ها فرآمده به چرخ автомاشین تمغه خوندای پورتر تحت اداره راننده مرد 41 ساله ساکن شهر استرفشن برخورده است که از ضربه آن автомاشین به چقوره 200 متر چپه شده است. نتیجه این صدمه در مورد تحلیل قرار دارد. گمرک تاجیکستان از بازداشت یک مسئول بلندپایه کمیسریت حربی شهر خورو خبر داد که در معامله غیرقانونی مواد مخدر متهم می شود. طبق اطلاع این نهاد در پی عملیات مشترک خدمات با آژانس ضد فساد مالی تاجیکستان از داخل ماشین تمغه تویوتا کمری مواد مخدر در حجم زیاده از 14 کیلو یافت شده است. معین گردید که این مواد نشادار به شرف سیدشاه یا یاردمچه کلان کمیسر شهر خوروخ سردار زیرشعبه دوم کمیسریت حربی خوروخ تعلق دارد. به اطلاع خدمات گمرک سیدشاه مواد مخدر را به عوض پول کلان از یک شهروند افغانستان خریداری نموده با مسئولیت پیشکی آن را به سرور امامدادوف می‌دهد که دومی به شهر دوشنبه انتقال داده است. نسبت این حادثه پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. دادگاه شهر دوشنبه عریضه کاساسیونی امینجان گلمروزاده کارمند مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان را که دادگاه اسماعیل سامانی به 2 سال زندانی محکوم کرده است اخیر امین هفته بررسی خواهد کرد. در این باره به خبرنگاران خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان روز 26 اوگوست خبر داد و افزود که در عریضه دلیل‌های بی‌اساس بدون اتهام ساخته‌کاری حجت که گویا از جانب امینجان صورت گرفته باشد پیشنهاد شده است. خورشید عطاولا گفت مرکز تحقیقات ژورنالیستی 2 نوار ویدیویی را نشر کرد که در آن نشان داده می شود امینجان شهادتنامه تولد و دیگر حجت‌های مربوط به هویتش را در چارچوب قانون گرفته است. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 18 اوگوست امینجان گلمروزاده را بر اساس ماده 340 قسم 2 بند ای کودکس جنایی تاجیکستان یعنی ساخته‌کاری حجت‌ها با مقصد استفاده از جانب خود ساختار یا شخص دیگر گناهکار و برای 2 سال روانه زندان نظامش عمومی کرد. آن است که موافق دعوایی که در سود پیش آورده شد گویا امینجان گلمروزاده در سال 1989 در مدت 2 ماه هم یک شهادتنامه تولد گویا از فارش ازبکستان گرفته است و دویمش از ناحیه رودکی تاجیکستان. در این پرونده چون و چراهای زیادی هست که ثابت میکند که پرونده ساخته است و در سود هم مثلا شاهدان برآمد کرده گفتن که امینجان در همین جا تولد شده است و اگر شما دیده باشید 2 شاهده من در فیسبوک هم ماندم که شاهدان میگن که این بچه در پیش چشم ما کلان شد، یکیش میگه که نامش من گذاشته بودم. یعنی که اگر من فکر میکنم اگر تقلب کاری باشد در کجای این شاید در حجت هایی که گویا در ازبکستان تیار شده از ازبکستان گرفته شاید در همان باشد. بعد اینکه مثلا مهلت دعوا از بالای گرفته شهادتنامه تقلبی کی ها گذشته مثل 89 بود. بعد سال 1989 تاجیکستان در حیات SSR بود، همش یک دولت بود. مهلت این دعوا کی ها گذشته است. طبق قانونگذاری که در زمان SSR بود برای این گونه جنایت نبود. برای این گونه جنایت چی نمیکردن، سود نمیکردن. میگن شهادتنامه که امینجان از تاجیکستان گرفته بود تحت رقم 208 این خلبکی است. شهادتنامه تحت رقم 208 و شهروند ابراهیموف تعلق دارد که ابراهیموف این رو سال 1982 از تولدخانه رقم 3 شهر دوشنبه گرفته است
ولی وقتی که ما به تولدخانه مراجعت کردیم اونا به ما معلوماتنامه پیشنهاد کردن که سال 1985 این تولدخانه تشکیل شده است. همین گونه در این پرونده خطایای دقلی زیاد دیده می شود و ما به این فکر هستیم که بسیار حجت هایی که می خواهند به اینجا نسبت دهند قلبکی آماده شده است. ҷавони 23 сола Абдуманон Бадиевро дар ноҳияи Масҷо барои бо калан куштани ҳамдияаш 11 солу 6 моҳ зиндонӣ карданд. Рафиқҷон Олимов, раиси суди ноҳияи Масҷо, дар суҳбат бо хабарнигорон иброз дошт, ки суд Абдуманон Бадиевро бо моддаи 104 қисми 1 одамкушӣ, яъне қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани одами дигари кодекси ҷиноятӣ гунаҳкор дониста барои 1 солу 6 моҳ ба зиндони низомаш сахт равон карданд. ба иттилои манбаъ, айбдоркунандаи давлатӣ барои ӯ 12 соли зиндон талаб карда буд. Субҳи 3 майи соли равон дар ҷамъияти обурдони ноҳияи Масҷо ду ҳамсоя барои тақсими об муноқиша мекунанд. Дар натиҷа Абдуманон Бадиев ба сари Маҷид Наврӯзов, сокини 36-солаи ноҳия бо калан мезанад. Маҷидов Наврӯз аз захми калан бистарӣ шуда дар бемористон ба ҳалокат мерасад. истиқлоли Тоҷикистон дар майдони марказии Душанбе дастаи паҳанги Малайзияро бо ҳисоби калон шикаст дод. 26 август ин бозӣ дар давраи чорякниҳоии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бар ҳисоби 4-0 анҷом ёфт. Дар он ҳудуди 15 000 мухлис ширкат дошт. бозингари Истиқлол Меҳдӣ Чойҷӯев, легионари эронӣ дар дақиқаи 35-ум, Дилшод Восиев, капитани Истиқлол дар дақиқаи 38-ум, Хуршед Маҳмудов дар дақиқаи 51-ум ва Дилшод Васиев дар дақиқаи 77-ум голҳоро ба самар расонданд. бозии ҷавобии Истиқлол бо паҳанг 16 сентябр дар шаҳри Куантани, Малайзия баргузор мешавад. ғолиби ин бозиҳо дар давраи нимниҳоӣ бо ғолиби ҷуфти Кувайти Кувайт, кӯчии Ҳонг-Конг рӯзи 30 сентябр ва 21 октябр бозӣ мекунанд. тамошобинони азиз, инҷо ба поёни барномаи иттилоотии имрӯз аз шабакаи Осиёи Марказӣ расидем. ба ҳамаи шумо хабарҳои неғ ва болидахотириро таманно дорем. То бозиди навбатӣ, худоҳофиз.